رحمانوف هیچگاه کسی را نبخشید در مسئله مسجد ها و خب مسئله باز بودن بسته بودن گفت. یا تا باشد چند روز پیش یک خبری دیگه اومد که بازداشتی باز هم دوباره دوملا سیراج الدین یک دوملا داریم، دوملای نازنین ملت زیبای تاجیکستان گفته صحبت میکنه. اگر در خاطر داشته باشید چند مدت پیش با مقابل ما حرف میزدم اون نفر ما میگفتیم که دوملا همون رویه خط بگی رفتن بگی اصلا دخالت نکن که روز میشه شرمسار میشین شما دخالت نکنین در این مسئله. شما وظیفه شما از نمیتونین کو یک گروه دیگه از شما پایینتر علم دارن اما راه شما را گرفته وظیفه شما را گرفته دعوت کردین خاموش باشین. به هیچ وجه شما دخالت نکنین که کپتون سوختگیه به گفتی گپو برای که رحمانوف نمیبخشته. اگر که این همین رحمانوف بیاری بگوی که تمام همین فرمان رحمانوف اولو الامر یا دیگه او را باید همین قدری امرش بکنه که باز هم نمیبخشته. به خاطر تو نفر دینی چهره دینی داری بالاخره از تو خوف داره، بالاخره یک نفر از تو مصلحت میپرسه و بالاخره تو در دل یک نفرت داری به این نفر. اگر هزار برای همه افسانه بگویم نمیدونم رحمانوف زیبا و پرزیدنت زیبای ما سبحان الله پیشوای زیبای ما برادر عزیز و گرامی گفته اگر هزار گپ زنی اما بالاخره تو چهره دینی هستی، تو یک نفری هستی که مذهبی هستی، خواندگی هستی، دانش دینی داری، یه روزی بالای سرت ظلم بیا ترا میبرم باز هم بسته میکنن به هیچ وجه. با مقابل یک آزادندهش یک نفری که از عدالت حرف میزنه، یک نفر دلش به این ملت میسوزه به این مردم میسوزه بحث نکن داخل نشو. با مبرای ملت عزیزی تاجیکستان برادر عزیزی یا خائن هستن بچه نگو میگن ترمو نگو باز هم دخالت نکن که باور که میبرن همون ریشایی که داری باز هم میتراشند سر تا کل میکنن باز مثل 4 5 6 سال پیش که در زندان دمو سری کل میگه باز هم همون خدمت میکنن گپ گوش نمیکردی. کیم کدام بلاگ به شرف دیگر را میخوابیدید فقط صحبت میکردی. برای ملت عزیزی تاجیکستان خب دعا میکنیم که بچه نکی کارت تو در نمیزه به هر نفری که دعوای منبری پیامبر میکنه باز هم بگیم به هیچ وجه به خدا قسم دخالت نکنین، به هیچ وجه که به آبرو میشین شما مطمئن باشین. بچه اگر ما یک راه خطا میداشتیم ما برکی ها باز از بین میرفتیم. وزیر کارهای داخلی کمیته یتیموف با تمام مسئولیت نزد رحمانوف دست گذاشتن که ما یه حرکت شکست میتیم ما از بین میبریم وعده دادنش لیکن نتونستن. مطمئن باش که در اینجا یک نظری هست، مطمئن باش که این مردم به خاطر یک کاری خیر مبارزه میبره که چون از بین نرفت. از من دیده آیه قرآن از زیادتر میدونین، از من دیده دین از زیادتر میدونه که وعده پروردگار میگه که هر جایی که حق آمد باطل از بین میره. و اگر تو دعوای حق بدن میکنی، اگر میگی ما گروهی باطل و نمیدونم دروغ و فتنه میانزه چرا تا امروز باقی موندیم؟ پس گجا شد دعوای پروردگار، گجا شد. پس دریجه سیر هستی، پس دریجه نظر هستی، پس دریجه منطق باید استفاده بر که بستا که او چیزی که من قیاس میکنم خلاصه براری میکنم این چیز نیست. این جوانا اصلا دیگر هستن، این جوانا اصلا دیگر چی میخوان؟ بیا که من راهی یا را پیگیری کنم، روش یا را آرمانهای یا را ما پیگیری کنم. چی میخوان؟ این کار کردین میبرای عمود در یک درید نمیدونم یک باغ میشینی عمود مثل سالهای زمانی رودکی و فردوسی و خیام دیگر همه سر میکنی ملت زیبای تاجیک یک گروه خائنا بلند شدن. آدمونا نگو که پشیمان بشی. یعقوب سلیم در سال 97 رحمانوف از همین کشترش گرفت داخل بینا که نپرونمش رفت 13 سال زنده شد. یعقوب سلیم بود قماندان بود میگفتن بچه زنگوله را میکنه از دستش، سلاح داشت کلاشنیکوف داشت جنگ میکرد مبارزه میبرد. آخه به کدام وجه میبرای به این حالت خود گرفتار میکنی؟ برای همه اومد باز هم به مردم تاجیکستان با کسایی که منبرها دارین. چند روز پیش با یک همه ابوای دیگه بسیار شده است نمیدونم برآمده است باز هم خب مسئله حکم و مسئله گروه بسیار فلان و میمدم. آخه شما مرد باشین، آخه شما اگر از شجاعت از عقیده از توحید گپ میزنین مرحمت کن دو در یکش منبر آزاد است. تو زنگ بزن در اینجا من تو عقیده را درس بدم، تو برای من تماس بگی در این منبر صدای مردم من برات بگم که عقیده چی هست، توحید چی هست، خداشناسی چی هست، مبارزه چی هست، مبارز کی هست، دین چی هست، من برات بگم.
در کدام منبر در کدام مسجد عربی نشستگین کلا و سالتون موندگی ای بیت المال میخریزن و فرزندان در پسون فشاس کرده مرغ زنده دم میکشین حکم براری در بسیار شجاعت این نکی مسئله دین کم مسلمان در داخل تاجیکستان زهرالود شده از بین رفت کم خیانت در حق دین کردن کم مانعه کردن در حق دین گیجا بودین همه دروغ میگین همه مکر همه شیطانی همه فریب همه با نام ابو فلانی ابن فلان برومدگین تمام اوه مولوی 4 کس دیگه در گردتون جمع شده حضرت جزاک الله خیر دروغ میگی راست میگو گپ ندارم تا خدا دادایتون ایالا در دستان نویستن میگیری فلانی بدین فلانی بدین فلانی این فلانی شرم میکنین از خدا بچه اشکار ببرین نمی گپا بگین این نقطه های هست که برادران من میخوام بگم به این مسئولای دین به این کسایی که دامولا و مولوی هستن و دسته کس دیگه هم هستین من براتون باز هم میگم متوجه باشین باز هم میگم دخالت نکنین باز هم میگم به هیچ وجه شما نبیاین در و پروی دوربین در مسئله یک حرکت سیاسی حرف نزنین وگرنه قضیه دامولا سیراج‌الدین براتون باز هم درس میشه بگذار همه را آزاد هم بکنن رفت و فردا آزاد کردن نکیم اینجا باز هم سری خفته میشه باز هم گوشاش هم میکشن که دامولا مرزا را نگذاره